با بسم الله الرحمن الرحیم آغازگر میشم. ثانیاً عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همتان. آرزومند هستم انشاءالله از صحت کامل برخوردار باشین. دوستان امروز موضوع که میخوام امروز شما به اشتراک بگذارم این است که ما شما چگونه میتونیم از یک ویدیو به عنوان والپیپرز یا پس زمینه دسکتاپ کامپیوتر استفاده کنیم. اگر در صورتی که میخوایم پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستا بازم دوباره خوش آمدین. اگر در صورتی که شما میخواین از آخرین موارد و جزئیاتی که در چینل یوتیوب و همچنان صفحه فیسبوک ما برای شما اپلود میکنیم و به اشتراک میگذاریم با خبر شیم، پس سابسکرایب نمودن چینل یوتیوب و همچنان لایک نمودن پیج فیسبوک ما فراموشتان نشود. خب دوستا در صورتی که اگر ما شما بخوایم از یک ویدیو یا فایل MP4 به عنوان روی دسکتاپ کامپیوتر ما یا پس زمینه کامپیوتر ما استفاده کنیم، چطور این کارا میکنیم؟ ما شما یک اپلیکیشن را نیاز داریم به نام دسکتاپ هید اپ. درست است که اینا را شما در مورد دانلودش تفکر نکنین، چون که تمام مواردی که بر شما کار میکنیم در چینل تلگرام براتون اپلود میکنیم که از این قسمت شما میتونین اونا را اقدام به دانلودش بکنین. درست دوستا، این به شکل کمپرس کردگی یا وینرر میباشه. ما شما در قدم نخستی را باید چی بکنیم؟ از شکل پشتش خارج بسازیم، بالاش رایت کلیک میکنیم، بعد شما اینجا چی برش داریم؟ اکسترکت فایلز برش میگیم. بعد از ما شما را برش گفتیم این قسمت موقعش تعیین میکنین، میگیم روی دسکتاپ کامپیوتر باشه، بعد شما اوکی و اینجا از پسورد از شما تقاضا میکنه که پسورد شما دوستا اپتیچ 143 بعد شما اوکی میکنیم. درست دوستا، با مجرد که ما شما این را اکسترکت میکنیم در خود فایل برای ما شما ایجاد میشه که از این ما شما میتونیم چی بکنیم؟ استفاده بکنیم. بعدا شما خود فولدر رو باز بکنین، یا دبل کلیک بالاش میکنین یا بالاش رایت کلیک کرده درست دوستا و اوپن برش میگیم. بعد از اوپن ما شما گفتیم این قسمت همو فولدر یا ساب فولدر برای ما شما ایجاد شده، دوباره باز میکنیم. شوی قسمت ما شما دسکتاپ هید چی میکنیم؟ رایت کلیک میکنیم. بعد شما از این قسمت رن از ادمنستریتور برش میگیم. بعد از ما شما این را برش گفتیم این قسمت ویندوی برای ما شما اوپن میشه که از این قسمت ما شما میتونیم تمام تغییرات و تمام آپشنایی که مورد نیاز ما باشه استفاده بکنیم. بعد فقط ما شما اینجا دو ویدیو را به طور نمونه براتون گذاشتیم. درست است. خب ویدیو که فعلا شما در بک‌گراند مشاهده میکنین البته این ویدیو است. درست است. اگر در صورتی که ما شما بخوایم کدام ویدیو دیگر اینجا به حیث والپیپر استفاده کنیم، بعد فقط این ویدیو را میخوایم به حیث والپیپر استفاده کنیم، بهترین فرمت به خاطر از این چی است دوستا که فایل ما باید MP4 باشه. بعد از اینکه ما شما فایل ما را دریافت کنید، درست است، شما از این قسمتی برش میین سلکت لایو والپیپر. درست است. بعد از اینکه گفتین موقع شما را براوز براتون ایجاد میشه، یعنی شما باید موقع فایلتون انتخاب میکنید. بعد فرض ما روی دسکتاپ انتخاب میکنیم چون که فایل ما روی دسکتاپ است. بعد از اینکه روی دسکتاپ انتخاب کنید پایینتر می فایل ما را دریافت میکنیم و می فایل انتخاب میکنیم و بعد شما از این قسمت پلی برش میگیم. و مجرد که ما شما پلی برش بگیم دوستا، به شکل ما شما میتونید به طور موفقیت آمیز همو فایل ما را و یا همو فایل MP4 ما را به شکل پس زمینه روی کامپیوتر ما یا به شکل والپیپر تعیین نماییم. و اگر این ویدیو را خدمتتون باز بکنیم، یعنی چیز کدام مشکل فقط فرقی که داره دوستا این قسمت زمانی که ما شما را به حیث والپیپر تعیین میکنیم ساوند یا صدا نمی داشته باشه. خب این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است ان مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که انتقاد پیشنهاد گفتنی داشته باشین، میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما به اشتراک بگذارید و همچنان سابسکرایب نمودن کانال یوتیوب خودتان را فراموش نکنید.